من دکتر اویلوی غفور عزت الله کارمند مرکز سلامتی شهر پنجکن. از سببی که امروزها سرعت افزایش بیماری‌های شدید راه نفس افزایش یافته ایستاده است، از تمام مردمی با فرهنگ شهر پنجکن دعوت به عمل آورده می شود که از قاعده‌های گیگینی شخصی به طور قطعی رعایت نمایند. از جوانان تقاضا کرده می شود که در جای‌های جمعیتی جمع نشوند، خودداری نمایند. هر زمان دستهایشان را با ملافهای انتیسپتیکی تازه نمایند. هنگام معاشرت و صحبت با یکدیگر مسافه بین همدیگری را نگاه دارند. برای پیشگیری بیماری‌های شدید راه نفس و بیماری نوی کووید 19 ستاد دائمی عمل کننده عمل کرده ایستاده است و جمع آمد نوبتی در شهر پنجکن شده گذشت. مقصد اساسیش برای پیشگیری بیماری شدید راه نفس و بیماری‌های کووید 19 بود. ما کارمندان مرکز سلامتی شهر علل خصوص کارمندان تشکل طرز حیات سالم کوشش به عمل می‌آوریم که برای پیشگیری بیماری شدید راه نفس و کووید 19 خدمت خود را رسانیم.